سلام، اینجا اکو سرمایه است و من ابوالفضل هستم. امروز میخوام راجع به 4 قدمی که باید انجام بدید تا تریدر بشید صحبت کنیم. خیلی سریع میرم راجع به اون 4 قدم اصلی باهاتون میخوام صحبت کنم. اولین قدم انتخاب روش هست. یعنی چی؟ یعنی که شاخه به شاخه نپرید و یه استراتژی رو انتخاب کنید و همون استراتژی رو ادامه بدید، نه اینکه صرفاً یه استراتژی رو انتخاب کنید 2 تا 3 تا معامله باهاش بزنید و دیدید حالا جواب میده یا جواب نمیده، سریع بیاید استراتژیتون رو عوض کنید. این کارو نکنید. یک استراتژی که مورد تایید بقیه هستش رو انتخاب کنید و همون رو در واقع برای معامله کردنتون انتخاب کنید. روش دوم یا قدم دوم در واقع افتتاح حساب معاملاتیه. افتتاح حساب معاملاتی 2 حالت داره، دمو و ریل. یه نکته بهتون بگم، با حساب دمو هیچ وقت نمیتونید تریدر بشید. حساب دمو برای اینه که شما ابزارها رو بشناسید، نحوه انجام معامله رو یاد بگیرید. فقط برای اینه، نه اینکه بخواید با حساب دمو پیش برید و معامله گر بشید. چرا؟ چون توی معاملاتتون توی حساب دمو احساساتتون دخیل نیست. در واقع معامله‌گرها بیشتر با احساساتشون معامله میکنن تا با روش معاملاتیشون. پس به شما پیشنهاد میدم حساب دمو رو باز کنید که در واقع ابزارها رو بشناسید و بعد بیاید روی حساب ریل کار کنید. با مبالغ پایین، نیاز نیست حتما با مبالغ زیاد باشه، ولی اینجور نباشه که با حساب‌های 10-20 دلاری بخواید بیاید ترید کنید. حداقل مبلغی که برای ترید نیاز دارید کفش 300 دلار هستش. مبلغی باشه که به چشم بیادش. سومین قدمی که برای تریدر شدن نیاز هستش، باید 200 تا ترید طبق برنامه داشته باشید. یعنی طبق اصول استراتژیتون 200 تا معامله بزنید. منظورم این نیست که اون 200 تا رو توی یک بازه زمانی کوتاه بزنید. حداقل بازه زمانی که منظورم هستش 3 ماه معاملاتیه. یعنی نیایید 200 تا معامله رو توی یه هفته بزنید بگید خب من 200 تا معامله رو زدم و مثلا استراتژیم جواب نداد یا جواب داد. اینجوری نباید باشه. باید 200 تا ترید بزنید توی بازه 3 ماهه. پس اینو یادتون باشه، حتما تو بازه 3 ماهه باید باشه. مورد چهارم و مورد خیلی مهم بررسی ترید ها هستش. آخر هفته که شنبه و یک شنبه میشه و بازار تعطیله، باید تمام معاملاتی که توی اون هفته زدید، 20 تا 30 تا معامله‌ای که توی هفته داشتید رو بررسی کنید. نقاط ضعف و قوت اونا رو بنویسید. به صورت ژورنال در بیارید اونا رو. ببینید کجا اشتباه کردید، توی استراتژیتون کجاها خطا داره، باید اونا رو اصلاح کنید. پس بررسی ترید خودش یک گام خیلی قویه که میتونه شما رو خیلی کمک کنه. اگر این کار رو انجام بدید در واقع 50% به تریدر شدن نزدیک شدید. حالا تو این میون در واقع تا این 4 قدم رو انجام میدید، یه سری قوانین هم باید داشته باشید. اگه این قوانینی که میگم رو انجام بدید، بدونید که حتما موفق میشید. خب بریم سراغ قوانین. اولین قانونی که باید داشته باشید، باید کارمند دقیق باشید. یعنی چی؟ چون ترید بچه خودتون میدونید دیگه، هیچ رئیسی نداره، هیچ کسی نداره که شما رو کنترل کنه. باید خودتون دقیق باشید و اصولی رفتار کنید. چون هیچ کس نیست که به شما امر و نهی کنه بگه این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده. پس باید خودتون این کار رو برای خودتون انجام بدید و یک کارمند دقیق باشید و تمام پروسه استراتژیتون رو انجام بدید. اگر توی بررسی هفتگیتون موردی بوده که نباید اون کار رو انجام بدید، حتما این کار رو برای هفته بعدش انجام بدید و در واقع اون کار اشتباه رو از معاملاتتون حذفش کنید. در واقع قانون دومی که باید داشته باشید، به حرف هیچ کس اعتنا ندید. یعنی چی؟ یعنی مثلا دوستتون داره یک تحلیلی میده یا کانالی چیزی داره تحلیلی به شما اضافه میکنه، باید اون کانال رو پاک کنید یا به دوستتون اهمیتی ندید و فقط اون مسیری که واسه خودتون چیدید طبق اون 4 تا قدمی که بهتون گفتم، فقط اونا رو برید جلو و هیچ کار دیگه ای رو انجام ندید. قانون سوم، در واقع میانه مسیر نباید قوانینتون رو زیر پا بذارید. پس به هیچ وجه نباید تغییر مسیر بدید. تا اون پروسه 200 تا تریدی که با هم دیگه گذاشتیم، باید اون 200 تا رو انجام بدید.
مورد بعدی، قانون بعدی که خیلی هم مهمه، تمام کارهایی که دارید انجام میدید رو یادداشت کنید. منظورم چیه؟ یعنی توی پروسه معامله گریتون کارهایی که دارید انجام میدید رو تمامیش رو یادداشت کنید. بهتره که حس و حالی هم که هنگام ترید دارید رو هم یادداشت کنید. عصبانی هستید، خوشحال هستید یا خنثی هستید، تمام اینا رو یادداشت کنید. یا تمام کارهایی که برای بهبود معاملاتتون دارید انجام میدید اونا رو هم یادداشت کنید. خیلی کمکتون میکنه این مورد. و مورد بعدی، قانون بعدی، کمالگرایی رو باید بذارید کنار. منظورم چیه؟ دنبال این نباشید که تمام معاملاتم باید سودده باشه، تمام معاملات من باید $N سود در بیاره. این کمالگرایی خیلی در واقع توی ابتدای مسیر خیلی از تریدرها رو دیدم که دنبال کمالگرایی هستن و میخوان تمام معاملاتشون سودده بشه. بگه من یه روشی میخوام پیدا کنم که اصلا استاپ لاس نخورم. اصلا دنبال همچین چیزی نباشید و کلا این رو به عنوان یک قانون از من بپذیرید و بذارید کنار کمالگراییتون رو. دنبال کمالگرایی بودن یه کار بیهوده است. همچین چیزی اصلا وجود نداره که ما بگیم استاپ لاس نخوریم، یا حتما باید $N سود کنم، یا حتما امروز معاملاتی من باید با سود بسته بشه. کلا باید کمالگراییتون رو بذارید کنار. و مورد آخر که خیلی هم در واقع اهمیت داره، بررسی هفتگی تریدها که توی 4 قدم اصلی هم داشتیم. اینجا هم دوباره یه قانون در واقع داریم براش میذاریم که این کار رو بررسی هفتگی تریدها دوباره این کار رو انجام بدیم. یعنی جزء قانون هامون باشه که شنبه و یک شنبه‌ای که بازار تعطیله یا پایان هفته بشینیم و در واقع معاملاتی که توی هفته قبلش انجام دادیم رو کامل بررسی کنیم. بهتره که از هر معامله‌ای که داریم وارد میشیم یک عکس یا یک ویدیو خیلی کوتاه تهیه کنیم، بگیم این معامله رو به این دلیل دارم وارد میشم و این پارامترها رو در نظر گرفتم که وارد این معامله دارم میشم. حالا میبینید در انتها که معاملتون به سود نشست یا استاپ لاس خورد، ببینید کجا رو اشتباه کردید که توی هفته بعد، توی معامله بعد این کارا رو انجام ندید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. حتما توی کامنت ها نظرتون رو بگید و چنل رو سابسکرایب کنید. توی ویدیو نشد جور در جملم در نیام. 4 قدم سلام.